برادران عزیز، یک چیز را گفتنیم که از ما خواهش شد از جانب معاون اول پروکرور که در جلسه نشسته بودیم، خواهش کردند که به مردم رسانین که همین اسپندی که در ما و شما همین را فهمونیم مردم که کدام جوان یا کدام زنی که به مملکت ها یا هم دولت های روسیه سفر میکنن، کوشش کنیم فهمونیم که با خود اسپند نبرن. مثلا اسپندی که ما و شما همچون علف طبابتی او را دود میکنیم استفاده میکنیم در زکاممون، همین گفتن نبرن. به خاطر چی نبرن؟ به خاطری که گفت در شهرهای روسیه همین اسپند برابر مواد مخدر الکی تصدیق شدگی و بالاخره همین از کسی که دریافت میکنن، کسی که مصادره میکنن از کسی، همین را از 10 تا 25 سال از آزادی محروم میکنن در شهرهای روسیه. به این خاطر گفتم به مردم رسونین که همین اسپند چی هم برادرانی که در غریب هستین، در اما شهرهای روسیه هستین، چی برادرانی که اینجا سفر میکنن یا خواهرانی که سفر میکنن، همون را فهمونین که یگان کس برای شما اسپند میتید یا از اینجا اسپند میتین که برین، کوشش کنین در اما شهرهای روسیه علل خصوص در دستان گرفتن اسپند مان کنین و انشاءالله که در وطن خما هیچ باکی نداره استفادهش، ولی در اونجا همچون گوییم که مواد نشعه‌دار، نشعه آور و بالاخره همچون مواد مخدر شناخته می شود، یعنی تصدیق شدگی 10 تا 25 سال گفتن از آزادی محرومه. به این خاطر برادران عزتمند احتیاط کنین، از همین اسپند در علل خصوص شهرهای روسیه پرهیز کنین. الله نگهدارتون باشه.